این نمایشگاه که به منظور بزرگداشت از هفته کتاب و مطالعه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غور برگزار شده است، قرار است در مدت 2 روز بهترین کتاب‌ها با اثرهای مختلف به نمایش گذاشته شود. این نمایشگاه کتاب که امروز از طرف ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غور برگزار شده به مناسبت هفته کتاب و مطالعه که هفته اخیری سور هفته کتاب و مطالعه است. به این مناسبت نمایشگاه بزرگی در ریاست اطلاعات فرهنگ به همکاری کتابخانه‌های عامه و کتاب فروشان ولایت غور امروز برگزار نموده است. هدف از برگزاری این نمایشگاه این است که رشد مطالعه و کتابخوانی بین مردم زیادتر ترویج پیدا بکنه و جوانان ما زیادتر رو بیارن به کتابخوانی و مطالعه. شماری از مسئولان کتابخانه‌ها میگویند برگزاری چنین نمایشگاه‌ها میتواند انگیزه بخش برای جوانان در جامعه باشد تا آنان بتوانند کتاب‌های مورد نیازشان را از این نمایشگاه‌ها به دست آورند. طبیعتاً هر جامعه به اندازه‌ای که به کتاب رو میاره و به مطالعه رو میاره به همون اندازه رشد میکنه. به این خاطر نمایشگاه‌ها را برگزار میکنیم تا جامعه انگیزه برای اونها ایجاد بشه و به مطالعه رو بیاورند و این سبب شکوفایی و رشد جامعه بشه. طبیعتاً فکر جامعه که خوب شوه و جامعه فکرش رشد بیته میتونه که در حالت محسوس و در حالت اجتماع هم تغییرات زیادی را به میان بیاره و سبب شکوفایی جامعه بشه. این نمایشگاه مورد استقبال گرم باشندگان ولایت غور نیز قرار گرفته است و باشندگان این ولایت میگویند برگزاری این نمایشگاه سبب دسترسی جوانان به علم و دانش می شود. برگزاری چنین نمایشگاهی باعث میشه که فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در افغانستان به خصوص بین جوانان ولایت غور رونما شود و نهادینه شود و چنین برنامه‌ای به فرهنگ و یک نمونه تبدیل میشه که تا که جوانان بتوانند کتاب‌های مورد نیاز خود را از چنین نمایشگاهی با تخفیف ویژه و با قیمت مناسب عکس بکنند. برگزاری چنین نمایشگاه‌ها را خیلی ارزشمند و عالی میدانم و این برگزاری چنین نمایش‌هایی سبب میشه که علوم و معارف انتقال پیدا کنه و انسان‌ها. این نمایشگاه که به مدت 2 روز بر روی باشندگان ولایت غور باز است، بازدید کنندگانش می توانند کتاب‌های مورد نیازشان را از این نمایشگاه به 20% تخفیف نیز به دست آورند.